بکاهیم. ببینید در این مدت همه نیازمندی هایی که وزارت بهداشت درمان داشته، خریدهایی که لازم بوده انجام بده، با سختی هایی که ما داشتیم در زمان تحریم انجام دادیم. به محض اینکه وزیر محترم بهداشت به من نامه نوشت که ما نیاز داریم به 150 میلیون دلار برای بیش از 30 میلیون کیت جدید آزمایشگاهی، من همون لحظه موافقت کردم و دستور دادم و به ایشون گفتم این 150 میلیون دلار در اختیار شماست برای اینکه ما بتونیم کیت های جدید رو بخریم، وارد بکنیم، با یک زمان خیلی کوتاه مشخص کنیم فردی که احتمال میدیم مبتلا هست آیا تستش مثبت یا منفی هست. این کار داره انجام میگیره. نیازمندی های دیگری که بوده، هم سازمان برنامه و بودجه، هم بانک مرکزی، همه اینها یاری کردند و کمک کردند با مشکلاتی که ما داشتیم و داریم. به حمدالله نیازمندی ها اکثرا به توسط شرکت های دانش بنیان داره ساخته میشه، در اختیار مردم قرار داده میشه. 22 میلیون ماسک امروز داره تولید میشه و در اختیار مردم قرار داده میشه. ماسک هایی که مورد نیاز پرستاران ما هست در داخل داره تولید میشه. ونتیلاتورهایی که مورد نیاز هست در داخل داره تولید میشه. خیلی از نیازمندی ها و تجهیزاتی که امروز مورد نیاز ما هست در داخل توسط متخصصین ما، دانشمندان ما. تقریباً 1/3 مقالات مهم علمی راجع به کرونا توسط دانشمندان ایرانی الان در مجلات مهم علمی به چاپ رسیده. کار بسیار بزرگ و مهمی هست. مقالات متنوع متعدد، همه بخش ها دارن تلاش میکنن. سازمان برنامه و بودجه علیرغمی که مشکلاتی که داشت در این ایام 9000 میلیارد تومان برای طلب، البته 9000 میلیارد 6000 میلیاردش پرداخت شده تا امروز، 3000 میلیارد هم در هفته های آینده پرداخت میشه. 9000 میلیارد تومان برای کارانه پزشکا و پرستارا اختصاص داده. معلومه همه پای کارند و دارن تلاش میکنن. و من در اینجا هم به این مناسبت هم به مناسبت هفته نیروی انتظامی میخوام تشکر کنم از همه نیروهای مسلح، از نیروی انتظامی. همه پای کار بودند. یعنی اگر نیروی انتظامی که حالا وظایف بسیار زیادی رو برای امنیت کشور به عهده داره، برای امنیت مرزها به عهده داره، برای مبارزه با مواد مخدر به عهده داره، برای مبارزه با جرائم سایبری به عهده داره، به عنوان ضابط قوه قضاییه وظایف سنگینی بر دوش داره، اما در این حال چیزی که ما به نیروی انتظامی از اونها خواستیم برای مبارزه با این ویروس خطرناک، در کنار ما بودند، تلاش کردند. امروز جرائمی که مقرر شده برای اینکه مردم بیشتر توجه کنند به خطر این بیماری، مقصود ما جریمه کردن یا پول گرفتن از کسی نیست. ما میخواییم به مردم بگیم از لحاظ نظام این مسئله مهمه، همه باید همدیگر رو یاری کنیم، کمک بکنیم. من تشکر میکنم از همه و البته میدونم که نیازمندی ما برای کمک ممکنه بیشتر باشه. نیروی انتظامی، بسیج، همه اینها پای کار هستند و انشالله به یاری هم و کمک هم ما از این خطر و از این مشکل انشالله عبور خواهیم کرد و نیازمندی های جدید وزارت بهداشت و درمان هم انشالله ما تأمین خواهیم کرد. نکته دیگری که میخوام بر او تاکید کنم، این ایام صادرات و روز صادرات بود، روز 29 مهر ماه. صادرات غیر نفتی امروز برای ما بسیار مهمه. دشمنان ما تلاش کردند تا جلو صادرات نفت، میعانات، فراورده، سایر چیزهایی که به هر حال جزو صادرات مهم ما در گذشته بود بگیرند، اما تنوع صادرات ما مانع شد تا اونها موفق شدند.
حتما شما بدونید دشمن در توطئه